چرا نماز نمیخوانی؟ صادقانه از خود بپرس. چرا نماز نمیخوانی؟ آیا از نعمت‌هایی که الله متعال داده انکار میکنی؟ آیا آنها را فراموش کرده ای؟ آیا اعتقاد داری که الله متعال برای همه آنچه که به تو داده است شایسته سپاسگزاری نیست؟ تصور کن اگر خداوند از تو غافل باشد، همانند که تو از او غافل هستی، چه کسی از تو حفاظت خواهد کرد؟ چه کسی از تو مراقبت خواهد کرد؟ و چه کسی به تو سلامتی و صحت خواهد داد؟ اگر کسی به تو در این دنیا چیزی حتی اگر کوچک هم باشد هدیه دهد، تو از او بسیار سپاسگزاری میکنی و احساس میکنی که بسیار مدیون او هستی، اما برایت مهم نیست که خداوند متعال چقدر به تو نعمت